الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقدوة أمرنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه میگویند که کتاب الصوم، کتاب درباره روزه. کتاب اصل کلمه از کلمه کتب گرفته شده، معناش ضم و جمع. برای آن کتاب نامیده شد که یک چند ورقه ها در یک جا جمع می شود، یا اینکه یک چند مسئله ها که عبارت از فصل های و مباحث های و جمله های و کلمه های و حرف ها که در یک جا جمع می شوند، بنابر همین هم کتاب نامیده شد. کتاب الصوم، کتاب روزه. مقصد در اینجا یک چند حدیث هایی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ثابت شده است برای خواننده ها ذکر میکنم. صوم در لغت عرب خودداری. حتی میگویند که اگر اسب از علف خوری باز ایستد، اسب صام میگن، یعنی الفرس صامت الفرس، اسب خودداری کرد میگن. خواه از شیعه کشی باشد، خواه از طعام خوردنی و حتی از راه روی اگر باز ایستد، عرب ها میگن که صامت الفرس، یعنی صامت الفرس عن المشی، اسب از راه گشتن باز ایستاد، یعنی مطلقی باز ایستادن را میگویند. بنابراین روزه این در لغت است، اما در شریعت امساک مخصوص من شخص مخصوص فی زمان مخصوص بافعال مخصوصه بنیت مخصوصه. میگویند که روزه این خودداری کردن از چیزهای مخصوص، یعنی از مخصوص مقصد از طعام، از شراب، از خودداری کردن از اهل و عائله خود، یعنی از علاقه جنسی و آنهایی که به همین سه چیز متعلق هستند. بعضی چیزها ممکن خوردن به نمی دارد یا نوشیدن به نمی دارد، حتی مردم شاید سوال دهند، مانند خاییدنی مثلا زوچکه، خوردن می دارد می، نوشیدن می دارد می، چقدر میشه بده، یا سیگارت کشیدن یا نوس کشیدن. این نمیخورم میگوید ممکن، نوس نکش گوید من نمیخورم میگوید ممکن، این نوشیدن هم نیست میگوید، نوش سودگی هم نمیگوید مثلا. بنابراین خوردن و نوشیدن و علاقه جنسی و آن عملهایی که همین هر سه همین متعلق است، زیر هر سه همین میداره، اگر چندی که بسیاری مردم این نفهمند. بنابراین این خودداری کردن بنیت من شخص مخصوص، از شخص مخصوص خاص شخصی هست که چی کند، باید کی روزه دار است، کی روزه میدارد، این شخصی مسلمان باشد. کافر روزش به درگاه پروردگار عالم قبول نیست. دوم شرط بالغ باشد، بلاغت رسیده باشد. اما کودک نارسیده باشد اینها ثواب میگیرد و پدرش هم ثواب میگیرد، مادرش، لیکن اینها به روزه فرض نیست، یعنی باید دارد، نه اگه دارد خوب. برای اینکه صحابه های کرام رضی الله عنهم آنها فرزندان خود به روزه تعوید میکردن، یعنی عادت میکنانیدن. حتی اگر گریه کند به دست آنها بازیچه میدادن که تا اینکه با همون مشغول شود، لیکن به ماه مبارک رمضان به خوردن و آشامیدن عادت نکند. گفته از ایام خردسالی به این فریضه خدا، به این امر پروردگار، یعنی فرزنداشون عادت میکنن. و از شخص عاقل، مجنون روزش قبول نه به درگاه پروردگار، صحیح هم نمیشه. باید چی؟ شخص عاقل روزه دارد. بنابراین ما باید به این نعمتی پروردگار عالم شکر کنیم. الله تعالی شخصان مجنون را خطاب نکرده است که برای من روزه داره، بلکه با عقل ها و الله تعالی خطاب میکنه. بنابراین برای ادا کردن شکر نعمتی پروردگار که یکی از نعمتاش این عقل است، نعمتای پروردگار، الله تعالی میگوید که و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتهای پروردگار رو میشماریده باشید، شماریدن به عمر شما نمیرسد. نعمتی پروردگار به جا آورده نمیشه شکرشه.
بنابراین سعدی میگوید بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. بهترین بنده همون بنده که عذر گفت درگاه پروردگار از کمبودی خود، یعنی شکر پروردگار به جا آورده نمیتونستگیش به عذر گفت، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. اگر من خودم شکر نعمت پروردگار را ادا میکنم گفت اگر کسی این شکرش به جا آورده نمیتواند نعمتهای پروردگار. ما عذر میگوییم که پروردگارا ما پیشی خودت به شاکر نویس، بنده های شکرگزار نویس، لیکن ما حقیقت شکر نعمتی تو به جا آورده نمیتونیم. بهترین حالت عذر گفتن به درگاه پروردگار است. بنابراین خدا به عاقلان خطاب میکند، به دیوانه ها نه که روزه دارید. و این چنین روزه از بعضی انسان ها ساقط می شود، مانند زنهای حامله، زنهایی که شیردار کودک دارند. از جهت آنکه وی ضعیف میشه شریعت برای او اجازت داده است، لیکن او قرضدار است. فعدة من ایام اخر، اینها از دیگر روزها روزه داشته میدهد. از روزهای بعد رمضان وقتی که صحت می شود، یا اینکه زنهایی که حیض میبینن، عادتهای زنانه ماهانه یا نفاس میبینن، اینها روزه نمیدارد در ایام این کسلی ها. لیکن بعد رمضان این در ذمه آنها قرض است، این داشته میدن. لیکن نماز داشته نمیتونن. نه در ایام حیض اگر نماز قضا میشه نمازهای نمیخونن، مثلا 5 روز 10 روز 7 روز نماز نمیخونن، روزه هم نمیدارد. لیکن روزه قضا داشته میدهد و نماز قضا داشته نمیدهد، برای اینکه مشقت است. اگر 3 روز زنک کسل باشد، یا آن زنکی که کودک تولد میکنه 40 روز اگر نفاس بیند و اگر 40 روز نماز قضا داشته دید، اگر یک روز 5 وقت نماز 200 وقت نماز میشه، مشقت میشه. شریعت اینه اسقاط کرد، یعنی ساقط کرد، حکم میشه بخشید شریعت. لیکن روزه نبخشید، برای اینکه روزه در یک سال یک مرتبه خلاص. بنابراین بعدی گذشتن رمضان باشد هم که درست شد روزش داشته میدهد. و این چنین خدا در قرآن میگه فمن کان مریضا، کسی که بیمار باشد هم، او علی سفر، یا اینکه در سفر باشد هم، فعدة من ایام اخر، اینها از دیگر روزها روزه داشته میدهد. یعنی آدم مسافر به شریعت اجازه داد که روزش خورد، لیکن همین هم در حضور مردم روزدار نه، در جای پنهانی، برای احترام ماه مبارک رمضان، برای آنکه در حضور شخصان روزدار این بی‌آدابی است، این بی‌حرمتی است. بنابراین در پنهانی. من کان مریضا، کسی که بیمار است، بیماری که روزه برای او ضرر میکردگی باشد، کسلی های ژلوتکی و دیگر و دیگری که طبیب گوید که چند طبیب این روزه داشتن برای تو ضرر دارد گوید، این آدم فعدة من ایام اخر، خدا میگه این آدم ها دیگر روزها قضا داشته میتین، یعنی روزهای غیر رمضان آینده درست شوند قضا داشته میتین، صاف میشن. لیکن آن پیران سالها یا یک انسانای بیماری که بیماری آنها دیگر شفا نمییابد، مثلا یک انسان عموما شفا یافتنش ناممکن، طبیب ها گفته که این شفا نمییابد، انا همین خیلی شخص یا یک شخص 80-90 برفتگی پیران ساله که و قدرت روزه داشتن ندارد، نه در رمضان و نه در غیر رمضان، اینها هر روز به جای هر روز یک مسکین نصف ساع طعام میتن. ساعی پیغمبر من نشان داده بودم که انا همون ساع تقریبا 2.5 کیلوگرم 3 کیلوگرم، این نادرست 3 کیلوگرم 2.5 کیلوگرم گفته کیلوگرم بگرداندم، اصلش خودش کتی چی کردن لازم. تونو که چی ها خطاب میکنن ساخته میتونی، هنانه هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساع کتی تقسیم میکنن، نیم ساع یک مسکین میتی، گندم یا گرنج یا آرد یا روغن، یک چیزی طعام یک مسکینه. طعام یک مسکین یعنی نصف ساع، یعنی 15 ساع ماه مبارک رمضان به روزه نداشته کش چی میتید، یا گرنج میتید، یا مثلا آرد میتید، یا گندم میتید، طعام میتید مقصد، یا مایز میتید یا خرما میتید. 15 ساع یعنی نصف ساعی گویم 30 مسکین میرسه، یعنی یا اینکه 30 مسکین به طعام میتید، یا اینکه یک مسکین به 30 روزه چی میتید، 30 روزه حقی طعامش میتید پولشه. انا همین آدمی که روزه داشته نمیتوند، از روزه داشتن ناامید است و روزه داشته نمیتوند. یعنی مصنف میگم که کتاب روزه، یعنی مقصد
در این جا یک چند حدیث های رسول الله صلی الله علیه وسلم که حقیقتا از زبان رسول الله برآمده است و صحیح است ذکر میکنم. باب وجوب صوم رمضان. امام بخاری میگن که باب درباره واجب بودن روزه رمضان، یعنی واجب مقصد فرض، مقصد از واجب فرض، یعنی روزه داشتن ماه رمضان فرض است. یعنی این یگان جای شک و شبهه نیست، این اجماع علما هست. و قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و قول الله تعالی یعنی باب درباره قول پروردگار عالم که الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوره بقره. ای اونایی که ایمان آوردید، ای مسلمان ها، برای شما روزه فرض گردانیده شد. چه خیلی که به گذشتگان، به امتهای پیشینه، یهود و نصارای دیگر و دیگر روزه فرض شده بود، برای شما هم فرض شد. لعلکم تتقون، شاید که شما بعد روزه داشتن خداترس شوید، به تقوا شوید. برای چی؟ برای آنکه وقتی که انسان 30 روز خودداری از حلال میکند، از طعام حلال، از شراب حلال، از همسر حلال خود، از پگاهی تا بگاهی 15 ساعت است در این روزها خودداری میکند و بعد رمضان 1 ساعت 2 ساعت یعنی از چیزهای حرام صبر کرده میتوند. آن آدمی که 15 ساعت از پگاهی تا بگاهی چیزی حلال نخوردگی است میتوند 1 ساعت صبر کند که این گرسنگی میبیاد میرد، یا اینکه یک جای دیگر میرد که چیزی حلال است، گوشتی حلال است، یعنی از آنجا میخورد. صبر کرده میتوند 1 ساعت 2 ساعت. بازار برفت یا یک شهر برفت، بازارند مثلا دیگر شهرهای دولت‌های کفرنده نیست یک طعام حلال، همش گوشت‌های حرام که آمیخته است، صبر میکند 2-3 ساعت، خانه‌اش میبیاد و همون گوشت حلال خودش از مسجد خرید آمدگیش، از جایهای مسلمانی خرید آمدگیش که طعام میپزند. یا اینکه طعام چیزی حلال مثلا غیر گوشت دیگر چیزا که طعام میپزند و میخورد، مثلا میتواند صبر کرده 2-3 ساعت تا خانه‌اش آمدنه، برای آنکه وای 15 ساعت صبر کرده است، 30 روز صبر کرده است. این چنین نوشیدن وقتی که از چای و آب و از این نوشاکی ها 15 روز 30 روز 15 ساعتی خودداری میکند، بعد رمضان یکان شیطان انسی آمده بیا یک نوشیم، گفته اگر مجبور کند و وسوسش 1 ساعت یا درون همون 1 ساعت به میتواند صبر کرد، میتواند صبر کرده برای اونکه 15 ساعت شراب حلال ننوشیدگی. این چنین زنهای بیگانه نعوذ بالله زینای فاحشه اگر شیطان وسوسه کند، خواه شیطان انسی خواه جنی، و این میتواند اعضای صبر کرده برای اون که 15 ساعت از همسر حلال و پاک خودش بازداشتگی است. 30 روز. بنابراین خدا گفت که لعلکم تتقون، شما روزه دارید به سبب روزه خدا ترس میشید. غیر این با دیگر حدیث ها میبیاد، حتی رسول الله میگن فین سبه احد او شتمه فلیقل انی صائم انی صائم. اگر یگان کس آدمی روزه دار حقارت کنه، دشنام دهد، جوابش بگوید که من روزدار هستم، من روزدار هستم بیاد. یعنی من همراهی تو جنگ کرده نمیتونم، من روزدار آدمی. ببینید اگر 30 روز کی غضبش بیارد اگر من روزدار هستم گفته جنگ نکنه. حتی در بعضی حدیثا کی که اگر وای حقارت کنه جاش بشیند گفتیم، مقصد جاش بشیند غضبش فرو میرد، یا طهارت کنه، چه خیلی که این اسباب زوال غضب است، غضب میرد اگر همین عمل‌های اجرا کنه. یعنی همین چیزها آمیخته شود. یا ببینید انسان ها میگه که دهنی روزه کردی منم مثلا مجبور نکن میگفت، یا میگفت که اگر روزه نمیشونم همین کارو میکنم میگفت، یک کار گناه مثلا. ببینید روزه 15 ساعتی 30 روز ما هم اخلاق خوب به تربیه میکنه. بنابراین خدا گفت که لعلکم تتقون، شاید که شما خداتر شوید. این حکمت‌های شریعت در اینجا زیاد است. حتی یکی از حکمتاش مانند شدن به فرشتگان کرام است. فرشتگان نمیخورند، نمینوشند، زناشویی ندارند، همیشه در ذکر خدا هستند، همیشه در عبادت پروردگار هستند. حتی یکی از فرشته ها خداوند بزرگ از آن روزی که همون فرشته آفرید در حالت سجده آفرید، همون فرشته سجده میکرد پروردگار عالم.
روز قیامت سرش از سجده میبردارد. وقتی که سرش از سجده میبرارد میگوید که سبحانك ما عبدناك حق عبادتی، پروردگارا تو پاک هستی، ما توی حقیقی عبادت به جا آورده نتونستیم. از آن روزی که خدا خلقت سجده کرد روز قیامت سرش برداشت، دیگه یگو عمل کرگیش نه اون فرشته. با میگوید ما حقیقی توی حقیقت به جا نآوردیم. حقیقت بینید فرشته های ما اقلا 100% مانند فرشته ها نباشیم هم یک ماه از پگاهی تا بگاهی پره نه همین یک ماه هم از پگاهی تا بگاهی مانندی به فرشته ها کنیم، نخوریم ننوشیم، یعنی همین کارهای نکنیم انشاءالله. یعنی صفات های فرشته ها میگه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان کرام الله تعالی را گناهکاری نمی کنند و امر پروردگار را اطاعت میکنند. این سوره بقره بود که الله تعالی این نازل کرد. به سبب نازل شدن این آیات روزه فرض شد. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. خب این اولین حدیثی که امام بخاری در کتاب روزه ذکر کردند که طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه روایت کردند که ما در نزد رسول الله نشسته بودیم که ناگاه یک مرد اعرابی آمد. اعرابی بادیه نشین یعنی دیهگی، شخص شهری نه، بادیه نشین آمد. ثائر الرأس یکی از صفاتاش همیشه بود که موهاش پریشان بود، یعنی مقصد آدم قشلاقی معلوم، یعنی ظاهرش صورتش معلوم بود که این موهاش چنگالود و شانه نکردگی و پریشان بود. ثائر الرأس آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیده گفت که یا رسول الله اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاة. یا رسول الله برای من خبر دهید که رسول الله تعالی برای من کدام نمازهای فرض کرده است، کدام نمازها فرض باید اجرا کنم، یعنی علاج اجرا نکردن ندارم، کدام نمازها. فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. 5 وقت نماز گفتم تو فرضش، فقط الله تعالی توی عمل کردگیش 5 وقت نمازها. الا ان تطوع، مگر اگر خواهی اضافه میخوانی، نافله زیاده، یعنی زیاده از فرضهاش، یعنی این فرض است. خیلی که خودمون میگه نماز فرض این فرض است، نه یگان علاج قضا کردن نیست، یگان علاج ترک کردن نیست، در همه حالت باید خوانده شود. حتی آدمی شل نابینا آب ندارد، پوستهاش سوختگی، علاج نه آب رساندن است، نه خاک رساندن است، نه تیمم است، نه پهلو گشته میتوند، نه خسته میتوند، باید نماز وقتش بخواند. در حالت جنگ هم، در حالت سفر هم، خواهد خدا گفت راه ایستاده خوانید، خواهید راه روان خوانید، خواهید چشته خوانید، لیکن نماز یگم حالت نیست که نماز ترک کن باید شریعت. غیر زنهایی که حیض میبینن و نفاس میبینن همه ها شریعت اجازه داده، دیگه یگان انسان به اجازت نداده است که نماز تأخیر کنه، نماز نخوانه. بنابراین مقصد پرسید که یا رسول الله کدام نمازها برای من فرض است؟ گفتن که 5 وقت نماز فرضش. الا ان تطوع، اگر مثلا اضافه خوانی، تطوع، نافله خوانی بر فایده خودت است، لیکن یعنی وای برگردنی تو فرض نیست. گفتن فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام. گفت که یا رسول الله برای من خبر دهید که کدام نمودی روزه ها برای من فرض است، باید روزه دارم. فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا. گفتم که ماه رمضان روزه داشتش فرض است، غیر رمضان خواهی اضافه روزه دار، یعنی 6 روزی شوال. کسی که بعد رمضان 6 روزی شوال دارد، شوال یعنی بعد رمضان می آمدگی ماه،
کسی که گفتن رسول الله 30 روز رمضان دارد و 6 روز از ماه شوال دارد، 1 روز روزی داشتگیش در نزد پروردگار 10 روز به حساب است. 6 روز که چند روز میشد؟ 36 روز میشد. ضرب 10 360 روز روزه داشتگی به حساب. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر ماه وقتی که 13 روزه میشد، 14 روزه میشد، 15 روزه میشد، انا همین ماه وقتی که پر کامل میشد روزه می داشتن رسول الله. حضرت ابو هریره هم وصیت کردن که همین هر ماه 3 روز روزه داشتن، برای آنکه همین روزها حتی آب دریا و آب بحر و اقیانوس ها بلند و پستش به تاثیر شای ماه خون انسان بیان. بنابراین حجامه در نزد علم حجامه خونگیری همین است که یعنی همین ماه ها مثلا میگن که 17 روزی ماه به 19 روزی ماه به 21 روزی ماه به حجامه گرفته شود میگن، چون پیغمبر هم همین روزا گرفته که وصیت کرده که ابن سینا در کتاب قانون طب یعنی این ذکر کرده است که همین روزها باید حجامه گرفته شود. حجامه این خون گرفتن، خونهای افلاسی و خونهای اضافگی گران بیرون پرتافتن. یعنی اینو ببینید ماه تاثیر دارد. حتی پیغمبر انا همین 3 روز وقتی که روزه داشتن بعضی ها حکمتاش کافتن که میگن که حقیقت همین 3 روز به انسان نفسش بسیار گناه به امر میکرد است. همین بین 3 روز به حتی در امریکا جنایت هایی که میشد البته این جاهای ما و جاهای آنها یک است در مسئله تقویم و سالشماری آفتابی و های هم سالشماری ماهتابی به کار ندارد. سالشماری و های آفتابی هست، ماهتابی به کار ندارد. مقصد همین 13 14 15 ماه به اینها اعتبار نمیتید هیچ من، لیکن وقتی که اعتبار دادن اکثریت جنایت هایی که در امریکا میشه همین 3 روز انجام میشه. همین 3 روز جنایت از دیگر روزها بسیارتر میشه است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش ما همین روزه و روزه داشتن به امر کردن. روزه انسان از گناه ضعیف میکنه، روزه از کارهای بد انسان نگاه میداره. بنابراین خدا گفت که روزه دارید تا اینکه خداتر شوید. گفت همین 3 روز به اگر روزه دارد آدم کشی هم کم میشد، زنا کم میشد، دزدی کم میشد، همه گناه ها کم میشد. اما گفتن که حیران شدین امریکایی ها که عجایب همین 3 روز به جنایت زیاد صادر میشد. بهتر به حکمت نه که پیغمبر همین 3 روز به چی روزه داشتن و امر کردن. یعنی امر مستحب است که روزه دارد ثواب است. یعنی آدم گفت که کدام روزه ها من به فرض است، گفتن که رمضان فرض است و خلاص. غیر رمضان تطوع روزه نافله داری فایدهش خودت به ضرر ندارد اگر نداری، لیکن داری بسیار غنیمت است. یا روزی محرم مثلا 10 محرم روزه داشتیم، روزی مثلا عرفه پیش از حج، پیش از عید قربان 1 روز پیش 1 روز روزه داشتن مانند 1 ساله 2 ساله گناه ها بخشیده میشه. محرم 1 ساله این چیزا انشالله در کتاب پایان کتاب صوم، در پایان کتاب روزه امام بخاری انشالله می آید. این مقصد این مردک سوال داده ایستاده است که یا رسول الله کدام نمودی روزه بر من فرض است؟ رسول الله گفتند که ماه مبارک رمضان فرض است، دیگر روزها فرض نیست. لیکن اگر انسان خودش به روزه فرض کند چی؟ روزه نظر میگوید. مثلا گوید که انشالله الله تعالی من ماه مبارک رمضان روزه داشتنش به نصیب روزی کند، یا اینکه در ماه رمضان میگوید که الحمدلله که ماه رمضان به ما الله تعالی رسانید، شکرانش به من هر پنجشنبه دوشنبه روزه میدارم. گوید پنجشنبه دوشنبه روزه داشتم به فرض میشد، فرض میشد، باید دارد. یا اینکه گفت که 1 روز روزه داشتم تیام، گفت همون 1 روز فرض میشد و این چیزی خودش به فرض نبودگی فرض کرد. این بابی نظر هم میبیاد. بنابراین رسول الله گفتن که النذر لا یأتی بخیر، نظر خیر نمیبیارد. گفتن او بعضی انسان ها میگوید که مثلا خدا اگر من به پسر تیاد من و میگوید این میکنم و اون میکنم، گفتن نظر من گوسفند میکشم یک چنین چی میگوید. خدا میگوید همین نظرش خیر نمیبیارد، یعنی فرزند به دنیا نمیبیارد همین نظرش. مثلا گفت که من گفت اگر همین تجارت من رو فایده کنم بعد مسجد به 100 سوم میتیم، گفت همین نظرش خیر نمیبیارد، بلکه انما هو مال یستخرج من البخیل، بلکه به یک مالی که از بخیل برآورده میشه. خدا همین طریقه که از بخیل پول میبرد.
بخیل پول نمیبرد اصلاش، لیکن وقتی که همین چیزا کردی میبرد به همین بهانه. لیکن همین برآوردن پولش به واسطه نظر، اگر خدا من به شفاعت پول میبرم، انا همین سبب شفا نمیشد، میکنه آورا نشد. نظر اصلش نظری که خدا در قرآن تعریف کرد، یعنی نظر بعد اینکه مثلا خدا یک خیر داد، یک نعمت داد، شکرانی همون آیت خودش نظر کند که یا رسول الله گفت من حضرت عمر در زمان جاهلیت نظر کرده بودم که یک شتوری را در بوانه گفته که جا قربانی کنم. رسول الله گفتن که در آنجا مشرکا یگان عید داشتن، گفت نه. در آنجا یگان معبد داشتن، یعنی عبادتگاه داشتن، گفت که نه. گفتن که اوفی بنذرک، نظرت به وفا کن. گفتن یعنی نظر به وفا کردن خوب است. خدا در قرآن تعریف می‌کند یوفون بالنذر، آنها بنده های نیک نظر خود به وفا میکنند. لیکن نظری که ما گفتیم که شرط میمونید خدا، اگر من به شفاعتی من این کارو میکنم، این شرط است، این نظری مکروه است، این نظری نادرست است. بهترش این خیلی نظرها کرده نشود. خلاص اگر کدام انسانی که نظر کند که من فلان روز روزه میدارم، یا هر روز یا یک روز روزه میدارم، یک روز روزه میخورم، گفته نظر کند، روزه فرض نبوده بر ذمه وی فرض میشه. بنابراین ما باید نظر کم کنیم، برای اینکه ما خودمون ضعیف، همین ماه مبارک رمضان اگر داره، این یک عملی بزرگ. وقتی که چیزی به خودتون فرض نبوده فرض میکنید، به خودتون مشقت میکنید. عمرو بن العاص آمده گفت که یا رسول الله، گفت من گفت روزه میدارم، نیت کردم که روزه دارم بسیارتر، یعنی روزه غیر رمضان، چه کنم؟ پیامبر گفتن که از هر ماه 3 روز روزه دار گفتم، یعنی 13 14 15. نه گفت یا رسول من طاقتم از این هم زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 1 روز روزه دارو، 2 روز روزه خور نباشد گفتم. گفت که یا رسول من اینم طاقتم بلند است. گفت این خیلی باشد گفتم پیامبر 1 روز روزه دارو، 1 روز روزه خور گفتم. من اینم طاقتم بلند که این دیگه روزی نقض نیست گفتم. لا صام من صام الدهر، کی 360 روز روزه دارد، روزه نداشته به حساب. این شریعته. شریعت رحمت میخواهد برای مردم. اینجا حق دیگرها پایمال میشد، حق مهمان پایمال میشد، حق یک برادری مسلمان که شما معرکه خیر به دعوت میاد وای پایمال میشد، حق همسر پایمال میشد، حق دیگرها پایمال میشد، حق نفس پایمال میشد، نفسش به ظلم میشد هر روز روزه دارد. بنابراین پیامبر گفتن که 1 روز روزه دار، 1 روز روزه خور. سرش به چی گفتن؟ هر ماه 3 روز روزه داری کفایه گفتن. همین هر ماه 3 روز روزه داری، خدا 1 روزی روزه داشته که 10 روز به حساب میکنه. هر ماه 3 روزی روزه داری، از 12 ماه چند میشه؟ 360 روز روزه میشه، 10 به ضرب بزنید دیگه. هر ماه 3 روزی روزه داری دیگه. خودش همین روزی سال حساب میشه گفتم. گفت من قوتم بلند گفته همون 1 روز روزه داشتن و 1 روز روزه نداشتن خودش به نظر کرد. سانی وقتی که پیر شد عذاب کشید. سانی گفت که کاش که گفت نصیحتی رسول الله میگرفتم، کاش که اون راهنمایی پیغمبر که عمل میکردم، گفت پشیمان شد. بنابراین یعنی انسان باید خودش به روزه های فرض نکنه، فرض نبودگیه نمیتوند سانی اجرا کنه، سانی گناهکار میشه، فرض ترک کرده حساب میشه. سانی دیگر حالت ها با روزه فرض میشد که غیر رمضان، اگر رمضان 1 روز قصدن روزش شکند با واسطه جماع، اگر روزش شکند اجماع علما که 60 روز 2 ماه پای در هم روزه داشته میتونه. 2 ماه یعنی 2 ماه ما 60 روز گفته نمیتونیم، احتمال 58 روز شدنش هم ممکن. 2 ماه 29 روزی، یا یکی یک تاش 29 یک تاش 30 59 روز شدنش ممکن، یا که 30 روز 30 60 ماه به نگاه میکنن. 2 ماه پای در هم روزه داشته میتونه. اگر همون 2 ماه 60 روزش خورد حساب نه، برای اینکه پای در هم نشد. با گشته پگاس هر کرنش دکتر که 2 ماهی پای در هم، کسی که روزش قصدن میشکنه. در مذهب ما کسی که خورد نوشدم 60 روز کفاره داشته میتونه. خورد قصدن نوشد 60 روز روزه. آنهایی که پور روزه نمیدارن که هر روزش به 60 روز قضا داره، غیری 30 روزی قضا. مثلا یک آدم روزه نداشت، مسلمان است، روزه نداشت و آدم گفت که یا داملا گفت من گفت چی کنم 30 روز روزه نداشتم. گفت
جواب چی است؟ میگم که 30 روز قضا داشته اول رمضان، موافق مذهب امام اعظم. 30 روز قضا داشته، یعنی 60 روز، هر یک روزش به 60 روزی 60 ضرب زنید کفاره دادنش نکن. میتوند یک روزش به 60 روز روزه داشتید، 10 روزش به 600 روز، 2 سال میشه می تقریبا. 10 روزش به 2 سال، 6 سال روزه داشتنش نکن. یک ماه اگر روزه نداره، با وجودی همین این فقط قرض صاف کرد، حق به جا نآورد، فرض به جا نآورد. یعنی یک آدم شما قرض دادید، 7 سال 10 سال گذشته آورده داد پولای قربش فروندگی وقتنده، جاش به اومد می چند سال پولتون موند، از حب زیدن موند پولتون. بنابراین الله تعالی فایده نیست و مقصد حق به جا نآورد. حتی یک آدم اگر یک روزی رمضان ندارد، به جاش 1000 روز غیر رمضان داشته، دیدم جای یک روزی رمضان نمیگیرد. بنابراین حرکت کردن نکار که این روزا از ما و شما چی نشود. گفت که یا رسول الله کدام روزه ها ما فرض است؟ گفتن که روزی رمضان فرض است، غیر رمضان دیگر روزه ها فرض نیست. قال اخبرني ما فرض الله عليه من الزكاه. یا رسول الله من خبر دهید که کدام نمودی زکات من فرض است؟ پول برآوردن، صدقه هم داخل میشد. صدقه فرض باید برارید، صدقه نافله برارید ثواب میگیرید، نبرارید گناهکار نمیشید. کدام نمودش؟ اخبرنی، خبر دهید من به یا رسول الله. قال فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بشرائع الاسلام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم احکام زکات فهمان دادن. مقصد از شرایع اسلام اینجا احکام زکات، یعنی در شریعت اسلام زکات فهمان دادن. کدام نمودی زکات ها، یعنی این قصهش دراز است. این ان شاء الله کتاب زکات هم شروع میکنیم، کتاب سیوم ادا کنیم، کتاب روزه، کتاب زکات رو میگذاریم. خدا انا همان جا بیان میکنیم که شتور به چقدر، گاو به چقدر، گوسفند به چقدر، طلا به چقدر، نقره به چقدر، این زمانهای حاضر پول به چقدر، دلار به چقدر، سامان به چقدر، مثلا یا زمین به چقدر، عقارات یعنی خانه های خریده موندگی به هست یا نیست، یا اسب به هست یا نیست، عسل به هست یا نیست، یا زمین به اون چیزی که زراعت میکنید و از حاصل میگیرید از وای چقدر میتید، یا زمین کافید که طلا برآمد از وای چقدر میتید، همیشه بیان کردم. همین بنابراین یک جمله مختصر که راوی بیان کرد که پیغمبر احکام زکات رو بیان کرد، کدامش فرض و کدامش نافله. اینه در کتاب زکات میخونیم. ما امروز متعلقش روزش، کدام روزه نمودش من به فرض است یا رسول الله؟ رسول الله گفتند که ماه رمضان فرض است. ما درباره باب وجوب رمضان، باب درباره واجب یعنی فرض بودن روزه داشتن ماه رمضان اند که هستیم. امام بخاری این حدیثی دراز آوردن، ما متعلقش همین جملهش. قال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله عليه شيئا. والذی اکرمک، قسم به نام اون پروردگاری که توی احترام کرد، توی حرمت کرد، اکرام کرد، یعنی پیغمبر به خطاب میکنه. من میگم فقط همین کارهای یعنی روزه هم فرضش اجرا میکنم و اضافگی نمیکنم. 30 روز رمضان میدارم، کم نمیکنم. روزه پر ماه مبارک رمضان میدارم، کم هم نمیکنم، اضافه هم نمیکنم. از دیگر روزها پنجشنبه، دوشنبه که تو خودت میداری یا رسول من داشته نمیتونم، نمیدارم. قسم به نام من فقط فرض اجرا میکنم. چی گفتن رسول الله؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح ان صدق او ادخل الجنه ان صدق. گفتن که نجات یافت اگر راست گفتگی باشند. گفتن یعنی حقیقت از آتش دوزخ نجات مییابد اگر می عملو اجرا کنند. رمضان فرضش دارد خودش، سنتاشو نداردم کفایه. من مردم ما رمضان فقط فرضش میخوام میدارم، سنت چه نمیخوام نمیدارم. بنابراین سنتاش هم اجرا کرده اکمل است، بهتر است. لیکن اگر نکند وای دوزخی نیست. به سبب نداشتن سنت‌های روزه، یعنی روزه پنجشنبه، دوشنبه، از هر ماه 3 روز، یا روزه شوال یا محرم روزه ندارد، گناهکار نمیشه. لیکن اگر دارد ثوابی بزرگ میگیرد که در بابش ان شاء الله میبیاد مصنف ذکر میکنه و ان شاء الله شرح معنی میگویم. یا اینکه گفتن که ادخل الجنه ان صدق، جنت به درآمد گفتن اگر راست گفتگی باشند. همین آدم گفت که من فقط روزه فرضش میدارم، گفته قسم خور
پیامبر گفتن که جنت رو می‌دارد اگر راست گفته باشه. در بعضی روایت‌ها گفتن که من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. گفتن که رسول الله کسی که خواهد که یک مرد جنتی و نگاه میکنه، کسی که خرسند شود یک آدم جنتی میبینم گفت انا همین آدم نگاه کند. یعنی اون آدمی که گفت که من فقط رمضان فرضش میدونم، نمازهای میخونم فرض کردگیش الله تعالی، زکاتم فرضش میدهم و اضافه نمیتیم. گفتگی انسان به پیامبر چی گفتم؟ جنت میدارد ان شاء الله گفتم. یعنی این دلالت میکنه که ماه مبارک رمضان روزه داشتن فرض است.